تو بخشیده نمیشه. رحمانوف سرزمین فروختگی باید برای اون نفری که خیانت برای وطن کردگی ای، برای ملت کردگی ای، باید اون انسان بخشیده نشه. اون انسان باید زندانی بشه. چیزی که داره خیلی که تو یک خواهر ما را بگیم بردی زندانی کردی، شکرانه حکیم برد ده تا کودکی بگیم که معده داشت با 230,000 سومانش تی گدای پل ندیده. شما پل شما نداره اوخی. شما اگر نمیگرفته هم 230,000 سومون زندگیتون دیگه پیش نمیرفت. شما در حقوق انسانی پست پلین تو سامپویونه باور بکنید. نخوا یک حکومتی که 30 و چند سالشی حکمرانی داره با بگیم یک خواهر بری زندانی بکنید فرزند چه یتیم بمونی با پیلوس 230,000 سومون دیگه شونه بگیری. ای بدبخت، من بدونم که ترنگ دولت‌های اروپایی گودک پلی میتی، نمیدونم شرایط گودک‌ها آدمی کلون خوب باید اروپا. تو چی داری؟ تو نه بگیم که باغچه گودک‌ها داری، نه مکتبی به پل داری. چی داری تو که امروز بگیم که خواهر بردی زندانی کردی و گودک‌هاش بگیم یتیم موندی، با حق هم گودک‌ها هم گرفتی. باید رحمانوف ببره ما یتیما را سراشنا لولو میکنه که بوتر خیلی آدم خوبه. باور بکنید مردم توجی رحمانوف یگان نفر چنین رحمانوف دشمن این ملت نیست. این چیزا خوب در گوشتون قید بکنید. یگان نفر دشمن چنین رحمانوف در تاجیکستان نیست. باور کن. یک نفری که همه را فرمان میتیه، در آشکارا میگه که من فرمان دادم که در بدخشان مثال بران بیزرال بگردن. اینا تماشا بکنید. اگر ما یگان کسی بیزرال بگردیم، ما یگان کسی قتل کردیم، کشتیم، ما اکستریمیستیم، تروریستیم. حکومتی ها میگیرن بیزرال میگردن، یگان گپ نیست. اونا یگان چی نیستن. اونا بیزرال میگردن، آدم میکشن، یگان گپ نیست. ما اگر یگان کار بکنیم و اینا نمیدونم خوینن ما مورچه را نکشتم. باور بکنیم مورچه دیده باشم نکشتم، برفتم به راه دیگه. نیچه نه یا بار یک همون بیل کرده در اسیا با ماشین زدگیم. نیچه نه که خودش برمج بوده ایدم. دیگه یگان کار یگان چیزا کشتگی نیست. من اون کسا آزار ندادم. بیا یک نفر بگه که همین الماس من آزار دادگیه، مرحمت اینا برو همون نوحیه همون میاره آدم ای گیجوی میاره. در روسیه را هم بدم آدمایی که روسیه بدگیش هم برو هم بگه که همین انسان ما را بگیم که زلال دادگیه که خب آدمی نیسته. یگان نفر من نرنجونده. من لااقل اگر خوبی کرده نتونم کار میکنم که زلالم نرسه. من اخلاقی انسانم. شما نه خوبی کرده میتونه، با پلوسی که خوبی کرده نمیتونه، مینوسی که خوبی کرده نمیتونه، با گندگی میکنه. به همین خاطر برادرای عزیز بگیم که خب جای کس نمیشه که الماس در سر کلت یگان گپی نو نیست. برادر عزیز در سر من فقط رحمانوف یگان کسی دیگه نیست. نمی رحمانوف بروا با گپای دیگه پیدا میشوه. حاضرش به غز رحمانوف یگان گپی دیگه نیست. من میخوام که رحمانوف نباشه. رحمانوف ولی بگیم که طرفدارش نگی جان امروز بگیم نخویدم جره ما را 550 نفر تماشا داره، یک تا همین طرفدار رحمانوف نباشه که ببروه بگیم که با یک مخالف همین رژیم صحبت بکنه. طرفدار که جا برسه که حکمت داره، نمیدونم مقام داره، یک وظیفه دار. طرفدار اینجا نخو 550 نفر یک نفر نباشه. خب ترا آخی من چی بگم؟ ای بچه تو در استریم اگر بیای صحبت میکنی در این واتساپ تو نمیتونی صحبت کرده. اینا با در واتساپ هم قبولش کنیم. ناشرگی سری ناشوشتش کشت برمد.
دیگه من قبول نمیکنم. برای وقتی آدم قبول میکنن میگن که تو سترین بدرو صحبت کنی، شما نتونی حکومت که یک اینترنت درست بکنه که بدرو صحبت بکنی. ما بیایم انشاءالله شما بعد اینترنت تماشا کنی که چه خیلی میشوه. شما نمیدونم کدام کمبدی رحمانوف من بگم که شما مردم بیدار میشه و میخزه بگیم رحمانوف ای گوشاش میقپه و میبرن در زندان میمونیم شو سموی که دزیده بردگی در شویتساریا و در دیگر دولت های بگیم اروپایی هم بریم که او سمو را بگیریم بیاریم بگیم برای مردم بگیم کارخانه بسازیم، بیایم نمیدونم مکتب و مدرسه درست بسازیم که ما در 5-10 سال دیگر هم که تاجیکستان رشد کنه که حواس شه بخرن مردم. من کدام گپ بگم که شما بگیم که ناموستون در کار میدروه مردم. برادر عزیز لوبای کارا نسبت ما رها دیدن، لوبای کارا ولی نبروی خودت نخ 4 تا 8 نگیره طرفدار حکومت. من چیستا برای شما میگم میگم شما خودتون 4 تا 8 نگیره. حالا که شما کو طرفدار رحمانوف دیگه برای شما در چی فرق داره که خواهر و مادر شما سر لیج میگرده یا کنیلیج میگرده یا که نمیدونم شاو دیسکتیکا میره یا که قطعی یگان بچه میره میگرده یا که این برای شما را بگیم نرماله. دموکراتیا همینه که شما دموکراتیا در همه چیز رشد کرده. در دموکراتیا داشته من مطمئنم که دمی شما چاپلوس ها طرفدارای حکومت داشته بدتون میایه که همون دخترتون و دختر شوبتیه یا که خواهرتون و دختر شوبتیه. نمیخواه این چیزا. ما میخواهیم که دخترای ما با عفت باشن، ما میخواهیم که زنهای ما با عفت باشن، ما میخواهیم زنهای ما با سواد باشن. باید زنهای ما ای مردها در دیده باید با سواد باشن. این مادر است که بگیم که من شماها را تولد میکنه که ماها بگیم که در میدان ها میبرویم یک چی میگیم. باید مادرها بگیم که ویشی ابرزوانی داشته باشن. باید ما همیخه حکمت بسازیم که من همیخه نیت دارم که برای زنکا به پل ابسولوت نه اونیورسیت کسانی که میخواهند بیان بخونن به سوم زنکی به پل میخونی، مردکا سومکیه، زنکا به پل. من برنامه ها چند تا زیاد من در اولی آینامه نویستگیم پروسه وقت ساعتش میاد بعد من او آینامه را بگیم که درست میکنم، بگیم که میبرم نشر میکنم با مردم که من چی ها میخوام. وقت ساعت در کار برای این چیز من چند برادرایی که بگیم حزب و حرکت ها هستن بعد 10 سال بعدی نمیدونم چند سالی حرکت چون برآمدن آینامه شون با مردم بگیم نشان دادن. منم جای درکاری بیا انشالله که برنامه من کشیدگیه که من چی ها میخواهم برای ملت بگذار که مردم انتخاب بکنم. همون روز ساعت میام من انشالله که این چیزا را نشر میکنم، بگیم که کاری میکنم که به گوش همگان تاجیک برسونم که من چی میخواهم که بعد مردم میخوان که همین حزب یا همین حرکت قبول بکنه یا که نه. خب